زدن. آره یه کانالی میکاریم یه طرفه، بعد همون بلافاصله پایم میزنیم به خاطر اینکه رو پایی بره زودتر برسه. بعد هر 2 روزم باید آبیاری کنیم. بعد همونجور به مدتی چند روزم بازم باید کوت شیمیایی بخوره تا این محصول ما خوب در بیاد. بعد الانم که موقعی برداشتشه میکنیم میاریم خشکش میکنیم، دونهاشو میگیریم و میذاریم خشک میشه. بعد صادر میکنیم انشالله که همه صحیح سالم بخورن. خیلی خوبه، بهترین لوبیاست از این منطقه روستای علمود. مال کوچنان از همه جا بهتره. از این لوبیا میتونیم خیلی چیزا درست کنیم، آبگوشت درست کنیم، آش درست کنیم، خوراک درست کنیم. مردم کمک میکنن، زمین آماده میکنن. ما طول میکشه دیگه، از 10 روز تیر که بره این محصول ما میکاریم تا الانم که برداشت داریم میکنیم. الحمدلله آب فراوونه اینجا، اما از دست جانورا خیلی درد سر داریم. جانورا اگه دور باغ باز باشه جانورا نمیذارن این به دست بیاد. آب گوشتی که میخوایم بار بذاریم اول یه مقدار پیاز خرد میکنیم، یک کمی تفت میدیم، بعد لوبیا رو میریزیم، بعد گوشت و آبم میبندیم و یه مقدار رب و ادویه‌جات و نمک. این موقع میخوایم با برنج که بخوریم یه مقدار هم سیب زمینی هم سرخ میکنیم دیگه قبولی با برنج. من زهرا علیخانی مال همین کوچنان هستم. سال 1324 صنایع دستیشون همین گلیم و جاجیم و قالی قالی کمه، اما گلیم بافی اصلا شغل من گلیم بافی بود. پشمای گوسفندای خودمان میچیدن، خودمان نخ میکردیم، خودمانم رنگ میکردیم، خودمانم میبافتیم. نمدم دیگه آقایان میزدن، نمدم پشم بهاره گلیم میبافتیم، پشم پاییزه میدادن حلاج نمد میزد. لافن بافی داشتیم، لافن برای کولباری که میذاشتن دوششان با این لافندا بود، تناب نبود. از موی بزه، این از موی بز با دوارد میگرفتن قشنگ، شانمک میزدیم، افشانش میکردیم، با کتلان میریشتیم. اون وقت 5 تا 6 ماه از اینجا تا 8 متر دراز میکردیم، ما میبافتیم دوباره اینم مینداختیم گلش که قشنگ به کول آقایان یا علف توش بگیرن بیارن.